سلام، محمد هستم. به سال استودیو خوش اومدید. امروز قراره با مودیفایر اری هم تکرار داشته باشیم. این مودیفایر چیکار میکنه؟ میاد که جسم شما رو به هر مقداری که بخواید و به هر صورتی که بخواید تکرار میکنه. حالا بیشتر ویدیو در مورد کاربردش حرف میزنیم و مدل استفاده ازش و حالا یه نمونه کار با این مودیفایر رو میبینیم. خب اول از همه جسمتون رو انتخاب میکنید، بعد از قسمت مودیفایر یه مودیفایر اد میکنید و میگردید دنبال مودیفایر اری یا همون تکرار. بعدش که روش کلیک میکنید میبینید که جسم شما یه بار دیگه تکرار شده و چسبیده به اون جسم اولی. شما میتونید با افزایش این اعداد و ارقام توی محور x، y و z فاصله تکرار اونا رو مشخص کنید. مثلا الان من اگه این فاصله x رو زیاد کنم، اگر دفعه بعدم تکرار بشه با فاصله بیشتر تکرار میشه، یا مثل همین محور y و محور z که الان جابجا کردم. الان میبینید که اگه من تو قسمت کاونت یا هم تکرار کلیک کنم افزایش پیدا کنم، بر اساس همون فاصله هایی که انتخاب کردم تعداد مکعبام زیاد میشه و این گزینه این کار رو میکنه. شما همچنین میتونید بعد از افزایش باز هم با تکون دادن این قسمت ها افزایش بدین مقدار اون مکعبی که میخواین. همچنین اگه شما یک کرو اضافه کنید و از قسمت ادیت مود برید و اونو به شکلی که میخواین در بیارین، مثل الان که من این بازو میگیرم و میکشم یه حالا شکل همچین طوری درست میکنم. حالا من میام روی اون جسم انتخاب میکنم و نقطه وسطش هم اوریجینش رو تو قسمت ست اوریجین وسط جسم منتقل میکنم. بعدش دوباره مودیفایر اری رو بهش میدم و این دفعه تو این قسمت من روی گزینه فیت کرو میزنم. حالا اگه من این قسمت که این قطره شکونه رو بدم به اون کرو، میبینید که مکعب من به اندازه درازای اون کرو تکرار میشه و هر چقدر اون کرو یا منحنیتون دراز باشه مکعبتون هم همونقدر تکرار میشه. حرکت بعدی اینه که من میخوام به این مودیفایر یه مودیفایر کرو هم اضافه کنم. حالا چیکار میکنه؟ من اگه این قسمت که شبیه قطره شکونه رو وردارم و بدم به این منحنی، میبینید که حالا علاوه بر اینکه تکرار شده مکعب ما به شکل اون منحنی هم خم شده و این حرکتیه که میشه با ترکیب مودیفایر اری و مودیفایر کرو داد. و حتی میبینید که من وقتی جسم رو تکون میدم تو راسته اون منحنی تکون میخوره. ممنونم که این ویدیو دیدید. با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو خوشحال کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو دیدید. امیدوارم لذت برده باشید.